سلام، چطورین؟ اینجا وانیلا بوکه و امروز میخوام یکی از معروف ترین کتابای دنیا رو بهتون معرفی کنم. کتابی که توی ویدیو قبلی براتون چند خطشو خوندم و اون کتاب چیزی نیست جز کیمیاگر پائولو کوئلو. کیمیاگر کوئلو یکی از کتابای خیلی معروفه که ضخامت کمی هم داره و خیلی مناسبه برای اینکه اگه مثل من مدتی کتاب خوندن رو کنار گذاشتین بخواید با این کتاب شروع بکنید. یه داستان ساده داره. من بار دومه که دارم این کتاب میخونم. دفعه اولم وقتی دانشجو بودم از کتابخونه دانشگاه قرض گرفته بودم خوندم تا اینکه یکی به من اینو هدیه داد و این چند سال توی کتابخونه‌م موند تا الان بار دوم میخوام برم سراغش. کیمیاگر کوئلو در مورد یک پسر چوپانه و در ابتدای داستان تعدادی گوسفند داره، یه زندگی خیلی معمولی داره، عاشق سفر کردنه و دوست داره همیشه در جریان باشه. به خاطر همینم شغل چوپانی رو انتخاب کرده. سالی یک بار برای شغلش میره به در واقع پیش یک مردی که دختری داره و از اون دختره خیلی خوشش میاد. امسال هم طبق روال عادیش میخواد بره اون دختره رو ببینه و تا اینجا همه زندگیش معمولیه و خودش و چوپانهاش خودش و گوسفنداش با گوسفنداش حرف میزنه و یه زندگی روتین داره تا اینکه در سیر اتفاقاتی که براش میفته متوجه میشه، یعنی به خاطر خوابایی که میبینه میره پیش یک پیرزن و اون پیرزن بهش میگه که تو باید بری و به اهرام ثلاثه مصر بری و اونجا گنجی رو پیدا بکنی، چیزی که تو خوابش هم در واقع میدیده. با یک پیرمرد مواجه میشه. پیرمردم همون حرفه رو میزنه که زن فالگیر بهش، پیرزن فالگیر بهش زده بود. میگفت تو باید بری و گنجی رو که توی اهرام ثلاثه مصر هست پیدا بکنی. پس پسر چوپان تصمیم میگیره یک تغییر بزرگ توی زندگیش بده و همه گوسفنداشو بفروشه و با اون پولی که از فروختن همه این گوسفندا به دست آورده سفری رو به سمت سرنوشتش آغاز بکنه. ولی اتفاقی که برای پسر چوپانمون میفته اینه که همون اول قصه میره در واقع به شهر تاریفا و اونجا توی کافه با یه مردی آشنا میشه که بهش اعتماد میکنه که با اون مرد به مصر بره، ولی مرد همه پولایی که از فروختن گوسفنداش به دست آورده بود و میدزده و فرار میکنه. پس پسر چوپان ما همون اول قصه خودش میمونه و خودش، بدون هیچ پولی، بدون هیچ گوسفندی، بدون هیچ دوستی. و همونطور که همه داستان‌های مهم این شکلی آغاز میشن، ما یک قهرمان داریم در ابتدای مسیر سرنوشتش و یک قصه داریم به یک مسیری که پر از چالشه. چیزی که این داستان رو جذاب میکنه اینه که ما رو با این پرسش مواجه میکنه که سرنوشت ما چی هست. پائولو کوئلو ازش به عنوان افسانه شخصی یاد میکنه. اینکه اگر ما بخوایم ببینیم یک انسان داره سرنوشتش رو دنبال میکنه، میتونیم از روی لبخند رضایتش بفهمیم. مثلا کسی رو مثال میزنه که داره با عشق شیرینی درست میکنه، میگه پس این سرنوشتش پختن شیرینی بوده چون داره با عشق انجام میده. کسی که کارش رو دوست داره سرنوشتش رو دنبال میکنه چون هر روز داره با عشق یک فعالیتی رو انجام میده. اما کسی که هر روز با غر، با ناراحتی، با نفرت داره شغلش رو انجام میده یا زندگیش رو میگذرونه، قطعا توی مسیر اشتباهی هست، چون ما به این دنیا نیومدیم که یک کاری رو هر روز با زجر انجام بدیم. و ما رو با این پرسش مواجه میکنه که پس افسانه شخصی من چیه؟ اون چیزی که من دنیا اومدم تا دنبالش بکنم چیه؟ و افسانه شخصی چوپان رو دنبال میکنه. یک نکته قشنگ که توی این کتاب خیلی بهش تاکید میکنه دنبال کردن نشانه هاست. میگه خب حالا ما برای اینکه این افسانه شخصی خودمون رو بخوایم پیدا بکنیم و دنبالش بکنیم باید یاد بگیریم که نشانه ها رو ببینیم،
چون وقتی شروع میکنیم در یک مسیری قدم برداریم، همه سرنوشت بسیج میشه تا ما رو به سمت اون هدف هدایت بکنه و برای ما هی نشونه هایی میفرسته، مثل تابلوهایی که میخوان به ما فلش نشون بدن از این ور باید حرکت بکنی، این کار رو باید انجام بدی، ولی ما خیلی وقتا به این نشانه ها اصلا توجه نمی کنیم. خوندن این کتاب بهتون پیشنهاد میکنم تا یک بازبینی دوباره به مسیر زندگی و سرنوشتتون و میزان رضایتی که از زندگی دارین داشته باشین. حالا یک قسمتی از کتاب براتون میخونم و این ویدیو رو تموم میکنم. در آن موقع خورشید هم در حال غروب کردن بود. پسرک مسیر حرکت آن را تا پشت خانه‌های سفید اطراف میدان دنبال کرد. او به خاطر آورد که آن روز صبح وقتی خورشید طلوع کرد، او با 60 گوسفند در قاره‌ای دیگر بود و انتظار ملاقات با یک دختر را می‌کشید. آن روز صبح هنگام راه رفتن در مراتع و دشت‌های آشنا، هر چرا که قرار بود برایش رخ بدهد می‌دانست. اما اکنون که خورشید دارد غروب می‌کند، او در کشوری دیگر، غریبه‌ای در یک کشور بیگانه است، جایی که حتی زبان مردمان آن را بلد نبود. او دیگر چوپان نبود و هیچ چیز نداشت، حتی پولی نداشت که برگردد و دوباره زندگیش را از نو شروع کند. وسط ویدیوم آفتاب رفت. نمیدونم الان تاریک شده توی ادیت یا نه، ولی اگه این ویدیو رو دوست داشتین چنلمو سابسکرایب بکنید. اگر که کیمیاگر کویلو رو خوندین توی کامنت ها نظرتون رو بگین و اگر نخوندین به هم بگین که قصد دارین شروعش بکنید یا نه. دوستتون دارم و خداحافظ.